درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس افکار و رفتار و ما در خدمت شما هستیم. من مریم دولت و همکار گرامی من محمود کبیر. برنامه امروزه ما یکی از موضوعهای خیلی مهم، بنیادی و حتی میتوان گفتن کلیدی مناسبت انسان به زندگی است. این موضوع است که در برابر موضوع محبت و ترس جایهای اساسی را در روان انسان، در تفکر انسان، در روند رشد انسان اشغال میکند. این موضوع آمرزش است، موضوع بخشیده توانستن، از گناه کسی گذشته توانستن. این موضوع است که خانه‌ها هر کدام یک انسانی که در روی زمین زندگی کرده است یک نه بلکه بارها با آن روبرو می شود. مشکلی که در حل آن در بعضی حالتها بزرگان بزرگی که ما احترامشان میکنیم با آنها اعتقاد زیاد داریم، خودشان در داخل خودشان بعضا در میمونند. و این چی موضوع است و چرا این گونه مشکل وجود دارد؟ ما میخواستیم زیرا اگر که انسان آموزش را نآموزد، گناه دیگران را و گناه خودش را از آن جمله بخشیدن را نآموزد، قدم نوبتی را بس جانب رشد ماندنش بسیار مشکل است. زیرا این حالت بخشیدن نتوانستن میتواند انسان را به یک حالت رکود، به یک حالت کرختی، به حالت بیماری آخران آورده رساند. در این زمان خیلی موضوع پیچیده یک صحبت بیاریم و هم برای خودمون و هم برای شما بینندگان گرامی بعضی نکته ها رو روشن کنیم. این بسیار موضوع عجیب، بسیار موضوع جالب است، چون که در مناسبت انسان ها چنین میشن که سرحدهای یکدیگر را ویران میکنند، چه سرحد فیزیکی باشد، چه احساس باشد، چه سرحد عقلی باشد، چه سرحدهای روانی و فرهنگی و اجتماعی باشد. و بسیار وقت اگر که از پی آن خطای ها گردن، سبب این میشد که آنها ضم میشوند و در نتیجه مناقشه ها، مناسبت های نادرست در جمعیت، در بین انسان ها، در درون خود انسان پیدا شدنش ممکن است. برای همین یک سخنی که شعور کیهان گفته است، پرسید میبخشم، یا اینکه بخشید تا بخشیده شوید، همین معنا را دارد. چون که انسان زینه به زینه انکشاف می‌یابد و در مناسبت ها میتواند که بعضا با خطای های راه دهد در زندگی و سبب آن شود که غبار خاطر کسی شود، یا که ما میدانیم که انسان در داخل قانون ها زندگی میکند و این قانون ها نه همه کس آنها را میتواند رعایت کند، یا که دانسته یا که ندانسته. و برای همین وقتی که انسان طلب میکند، یعنی که بخشش رو طلب میکند، البته از طرف دیگری که این بخشش به او پیشنهاد میشد باید قبول شود، چون که فقط بزرگان میبخشند. بله. و خداوند هم بزرگیش در همین است که بغیر از شریک آوردن دیگر روت از همه خطا و گناه هایی که میکنید می آمرزم اگر شما پرسید. بله. و در این را یکی از پرینسیپ های زندگی بین یکدیگر کردن، چون که در جمعیتی که انسان زندگی میکند، در آن جمعیت البته مناسبت ها هستند، مناقشه ها هستند و آنها نه همه وقت به شکل ایدئالی، به شکل آن طلبات های قانونی هستند. برای همین انسان ها بین یکدیگر همین یک چیز ماندن تا اینکه باز آینده مناسبت ها رو بسازند، آنها یکدیگر رو میبخشند و این صفتی خیلی عالی و درجه‌ناک است. واقعا چنین است. بخشیده توانستن یکی از رسالت های انسانی است و اون چیزی که خدا فرموده است و در صفات خودش هم هست. اگر مخالفه خدا باشیم در روی زمین، این چیز رو باید توانیم. ولی با گفتن آسان است که ببخش، از گناهش گذر. اجرای این عمل خیلی مشکل است. چرا؟ زیرا هنگامی که ما در موضوع رنجش گفته بودیم بعضی چیزها رو که انسان چرا می رنجد،
زیرا امیدهایی دارد و اون امیدها برآورده نمیشوند و حس ناامیدی را او به خودش پیوند نمیکند بلکه با انسان دیگر میپیوندد. من از تو چنین امید داشتم، تو امیدی مرا برآورده نکردی، من رنجیدم و در دلش زخمی دارد و اون زخم رو شفا میخواهد ولی شفا رو از بیرون نمیخواهد. بخشیدن این چی است؟ در دل رو از درون باز کردن، یعنی گناه کسی دیگر رو گناه رو در نخونک. زیرا اگر که ما به خاطر بیاریم که ما هممون شاگرد یک دبستانی بزرگ هستیم، پس خطاهای دبستانی خطا نیست. بخشیدن چی معنی دارد؟ به کسی دیگری حق دادن برای اشتباه. مثلا من با شما سری موضوع صحبت میکنم و ما فکر همدیگر رو نمیفهمیم و میشود که من میرنجم. این چی معنی دارد؟ یعنی من دعوا دارم که شما باید اون چیزی که من میخواهم درک کنید بیان که به شما فهمانده باشم. وقتی که شما رو درک نمیکنید گویا از نگاه من و یک نفر دیگر نمیتواند همه اندیشه هایی که در ضمیر شخص دیگر است پره بداند. و اسباب اسکانر نیست و اندیشه های ما رو، آرزوهای ما رو شخص دیگر نمیتواند دانسته باشد. ما با همدیگر باید امکان بدهیم که انسان بودن او رو قبول کرده توانیم، پذیرفته توانیم که او برای ندانستن چیزی، برای امکان نداشتن به چیزی، برای مثلا مسئله مالی است، مسئله مادی است، مسئله معنوی است، مسئله احساسات است، حق دارد. و وقتی که ما با حق میدهیم که این رو امکان ندارد، محدودیت های او رو به نظر میگیریم، فهمیدن او برای ما آسان‌تر می شود و این یک قدم است به جانب بخشیدن. اصلا بخشیدن درجه ها دارد، چند قدم است به جانب بخشیدن و می شود که ما شخص دیگر رو میفهمیم با عقل، میگیم که همین خیلی شده است ولی اون رنجش در ضمیر ما میماند. اصلا اصول بخشیدن باز یک کمکی دستوری میگن یک اینسترومنت، یک دستگاه اسطوره یاردمچی دیگر دارد، این معذرت خواستن. متاسفانه در فرهنگ ملی ما همین پروسیدور بخشیدن معذرت خواستن انیخترش یک شکل مشخص ندارد. ما با کودکان امید رو بسیار کم یاد میدهیم و اگر که کسی که با کودک میده اهمیت یادگر، حتی کودک خردسال یک 3 ساله 4 ساله رو وقتی میگه که رفته عذر پرس، خیلی گردنش شخ میکند، با گردن گرفتن نمیتواند، قبول کردن نمیتواند. زیرا از کسی عذر پرسیدن این معنای آن رو دارد که من خودم رو نیز در قطار آن گناهکار باید حس کنم. اصلا اینجا کلمه گناه ما باید استفاده نکنیم، زیرا مقصد مسئولیت است. اگر من مسئولیتی همین سیتواسیون رو، همین حالت رو به گردن گیرم، میگم بله، از بین که ما 2 نفر مناقشه کردیم، اصلا خود مناقشه و ایران شدن مناسبت از جانب 2 نفر سهم گذاشته می شود و اگر من سهم خودم رو قبول کنم کارم آسان‌تر می شود. میگم که بله، از اون که مناقشه خیست اینجا سهم منم هست، پس شاید نه تنها من رنجیده باشم، شاید طرف مقابل من، همصحبت من هم رنجیده باشد و برای همین شخصی که واقعا از نگاه عقل، از نگاه دانش، از نگاه تجربه بزرگتر است، او باید اولین شده معذرت بخواهد، زیرا او این رو بهتر حس میکند و این رو میداند. در خانواده مثلا من همیشه هنگام صحبتو این رو به مادران جوان میگویم، میخواید که فرزندتون عذر خواستن یاد بگیرد، اول شما از عذر پرسید. میشود که شما تصادفاً خودتون نخواسته کودک رو میرنجونید، یک چیز رو وعده میکنید فراموش میکنید، کودک انتظار است. میشود که در بین 2 کودک مناقشه میشود، درست معین نکرده کودک بیگناه را جزا میدهید. وقتی که حقیقت آشکار شد با اون کودک رو آوردن لازم و از عذر پرسیدن لازم است. پسرم دخترم نو باسته به سن سالش میبخشه، من در واقع نفهمیدم. این است درس معذرت پرسی و اون کودک میبیند که انسان کلانسال، مادر شخص توانا، شخص قدرتمند است و گناهش رو، مسئولیتش رو به ذمه میگیرد، قبول میکند و کودک خردسال معذرت میخواهد. کودک یکمش که از دل کودک این چیز میبراید. او اینجا 2 درس است، درس معذرت خواستن و درس بخشیدن و کودک هم همین اینسترومنت رو استفاده کردنش رو یاد میگیرد.
بهترین اصول است. ولی متاسفانه ما با این چیزهای بزرگ که در شکل جزئیات به ما پیشنهاد شدند چندان توجه نمیکنیم. تاثیر عظیم آن رو، تاثیر عالی جناب آن رو بر روزگار خودمون عمیق نمیدونیم و در صحبت‌های که بین ما میشود بسیار میشود که دو نفر مناقشه میکنند، یگون نفر آنها قدم اول را جانب اشتی مانده نمیتواند، هرچند هر کدام جگرخون است. بحث‌ها بین آدمان نزدیک بیشتر روی میدهند و این دردهایی که از درد رنجش میماند در شکل کینه، این درد مزمن میشود، آن رو تنها با راه بخشیدن، آمرزش کرده توانستن از دل برآوردن ممکن است. اگر من نتوانم، من دوست شما باشم و شما رو بخشیدن نتوانم، پس چیزی هست که در ضمیر خودم کارکرد نکردم و اون دوست دیگری که در روبرو است، خویش است، برادر است، اقربا است، باید کمک کند و باید معذرت بخواهد که این کینه از بین بیرون رود. در مسئله پرسیدنی گوییم که عذر یا که بخشیدن، ما معین کنیم که خیلی شما گفته چند نمودش هست که وقتی که رنجش از نفس است، در مسئله تقسیمات های مالی، تقسیمات های نفسی، تقسیمات های مادی که دخل دارند به جسم انسان، به نفس انسان، و در این وقت بخشش از طرفی بگیم که نفس انسان شدنش و بخشش دلی قلبی، دلی هست، احساسی است. وقتی که انسان رفتار اپننتی و رفتار حریفی و رفتار کسی که خطی و زندگی میکند، احساساتی او را تاثیر میرساند. مثلا حالتهای میشود که وقتی خوش انسان ها را یک باره به ناخوشی مبادل کردن، این یک از طرف دل بخشش احساسی اگر شود از طرف دل میشود. البته بخشش آزردگی، رنجش عقلی میشود و بخشش عقلی میشود. این در حالتی که انسان عقل دارد و عقل او قانونها را میآموزد و وقتی که میداند و حقیقت را با واسطه آن عقل خود میفهمد و وقتی که از جانب عقل دیگر این قانونها ویران میشوند، آن وقت ضدیت های عقلانی پیدا میشن و بخشش عقلی است. خوب باشد که آن عقل ها یکدیگر رو پوره کنند. در حالت انتاگونیست بودن، یعنی که به یک چیز به راه‌های گوناگون نزدیک شدن و به نظر نگرفتن قانونیت های هستی، البته این مناقشه دور و دراز بودنش ممکن است که ما در روی زمین آدم ها را میبینیم و جنجال هایی که مناقشه هایی که حتی بین دولت ها میشد، بین تمدن ها میشد، این مسئله های غایوی عقیدوی هستند که یکی از آن میوه عقل این همون عقیده است که انسان ها میکنند. و رنجش اگر گویم روانی شود، قلبی شود، اگر آن وقت البته آمرزش هم باید از قلب شود. بله. مثلا یکی از علامت هایی که انسان عقلش میبخشد، دلش میبخشد، نفسش میبخشد، ولی در هنگام واخوردن از سلام علیکش، از گفتگویش، از فکرهای باطنیش، ضمیرش معلوم میشد که هنوز یک غباری در اونجا هست. برای همین غبار حتی زیبانیسا، زنی عارفه، شاعری تاجیک زبانی ما گفته است که گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. یعنی که این که همون غبار را حس میکرد. البته زیبانیسا که عارفه بود و با قلب که کار میکرد، این چیز درک کرده بود. و البته بخشش یا که آزردگی از طرف اجتماعی میشد، من انسان رنجش میآمد و بخشش از حساب من انسان میشد. مثلا وقتی که انسان من دارد، شخصیت دارد،
کن تصور کنید که یک آدمی با ابرو را در جمعیت در یک معرکه به قدر لازمی احترام نکنید. رنجش شخصی میگیره، شخصیتی میگیره. و البته جمعیت با اون اشخاص هایی که با مردم و جمعیت آدمان منفیت میارند، با آنها شخصیت میدهد، گوییم که احترامشان میکند، با آنها در درهای آسان کننده کار زندگی آن، درهای جمعیت برای آسان کردن کار زندگی آنها گشاده میشد و آنها به مانعگی میتوانند از نعمتهای جمعیت استفاده برند. برای همین آنها شخصیتند و کار چندین آدمان رو میتوانند بود کنند. چندین آدمان از حساب آنها رزق روزی میخورند، نان میخورند که سبب شدند آنها و میتواند که سطح زندگی بعضی آدمان رو پست و بلند کند. برای همین این انسان ها شخصیت هستند و البته بخشش هم بخشش شخصیتی میشد و بخشش البته آزردگی اگر از حسابی طبیعت انسان باشد. طبیعت انسان ما میدونیم خاراکتری او، خلق و اطوار او بعضی حالت چنون است که با تو هیچ بدی نکرده است، لیکن رفتار او، مناسبت او معقول نیست. بله، برای که با ایدئال های ما سازگار نمیشه. چون که اون وابسته است از آن طبیعت باطنی و 4 عنصر او، آتش، هوا، آب و خاک در نهاد او هستند. مثلا هیچ وقت آب، آدمی که عنصر آتش در او زیاد باشد، یعنی آدمی که باز عنصر آب در او زیاد است، اینها به دیگر راست نمیگیرند. بله. در این مورد بله. اینها مواقع نامساعدتی طبیعی دارند و در این حالت هم بخشش طبیعی لازم است. خیلی انسانی والله انسانی که طبیعتش به دست گرفته باشد میتواند چنین چیزها را قبول کند. البته باز عالم معنویات است و آزردگی ها از در عالم معنویات میشن و بخشش هم بخشش معنوی، بخشش روحی است و در اینجا این اکنون به ارثیت میگذرد. ما میدونیم که بعضی ضدیت ها خونی هستند، مثلا بعضی خلق ها رو میبینیم و بعضی خلق ها تا خیلی عصرها رو همان ضدیتشان میماند. ما در تاریخ این چیزا میبینیم. ما میبینیم در اولاد ها میبینیم که این اولاد به اون اولاد مسئله ها یعنی که ارثی میگذارند، کینه های 100 ساله ها دارند و این بخشش ارثی است. خیلی معنویات بالا لازم است که با نور شعور کیهان این کینه ها شسته شوند. و من یک مثال رو میتوانم بیارم که ما در تاریخ جنگ 100 ساله بین انگلیس ها و فرانسوس ها رو یاد داریم. 100 سال دوام کرد ولی بینید حالا آزاد مردم فرانسه با مردم انگلیس رفت آمد دارن، سرحدها در آنها نیستن، آزاد میتوان رفت کار کنن، میتوان رفت بیاین. یعنی که میشده است حتی که کینه های 100 ساله را از بین برد. برای همین در این تصنیفی که حالا ما دادیم که بخشش چخیل میشود یک نظر علمی است، چون که هر چیزی که ما میگوییم این از آن نیست که ما این را از تجربه میگوییم. هر یکی آن در اساس علم، در اساس دستاوردهای علم است و امروز تماشابینان گرامی، مخلصان برنامه احساس و افکار و رفتار بدانند که این برنامه‌ای که ما میگوییم این برنامه علمی است و هر سخن ما در چارچوبه علم، در ترازوی تجربه و در ترازوی تحقیقات ها چین کرده شده است. برای هر چیزی که ما میگیم سیستمانوک است و اگر امروز این چیز ما درک کنیم، این چیز بفهمیم، ما میتوانیم که نه تنها یک کینه بین دو نفر یا که ضدیت هایی که در درون یک خود شخص هستند، بعضی آدم ها خودشون رو نمیبخشند و به خودکشی و به مشکلات و به ضیقه و هفتادگی گرفتار میشن. نه تنها یک شخص رو، نه تنها یک عائله رو، حتی این میتواند که برطرف شود حتی از قوم ها
از بین ملت ها و حتی که در ارثیت هم در گن نوشته شده باشد هم آن را امکان است که برطرف کرد اگر که ما با علم کار کنیم و از نور آن بهره بگیریم. واقعا چنین است. درست است که دو نکته رو شما گفتید، میخواستم آن را اندک وسیع‌تر برای نگاه خودم کنم. یکمش وقتی که ما در مناسبت ویژگی همدیگر رو به نظر میگیریم، حتی اگر رنجش به اون آید، وقتی که آدم عقل رو استفاده میبره میگه که خیلی یک است آدم بدقهر است، یک بار علنگه میگیرد بعد آروم میشود. شخص دیگر است که خیلی دور و دراز تحمل کرده میتواند. وقتی که ما ویژگی همدیگر رو بر نظر میگیریم، در یک عائله میتوانند نمایندگان همه مزاج ها باشند. حتی وقتی دو نفر دوگانیک تولد میشوند که با همدیگر مانندند، یک جنسند، چهرهشون خیلی مانند است ولی طبیعتشون، خاراکترشون خیلی فرق میکنند. پس ما باید برای که رنجش ها در بین پیدا نشوند و اگر در حالت پیدا شدن هم بخشیدن آسان شود، ما باید به نظر بگیریم که ما گوناگون هستیم. ما یک خیله بودن نمیتوانیم. داروین میگه که در طبیعت دو برگ یک خیله نیست. پس چگونه میتونه دو آدمی عیناً یک خیله باشه که برابر سینخرون هم موازین فکر کنند، موازین بها داده بتوانند؟ این امکان ناپذیر است و انسان باید این چیز رو درک کند. در این حالت بخشیده توانستن آسان تر می شود. میگید که بله و آدم نه به خاطر اینکه مرا احترام کرد یا نکرد، نه به خاطر اینکه مرا دوست می داشت یا دوست نمی داشت، چنین گفت، چنین رفتار کرد، به خاطر اینکه طبیعتش چنین است. طرز رفتارش نه از اون مناسبتی که به من دارد سر میزند، بلکه واقعا چنین است. ما از آب نمیرنجیم که تر است. اگر تر شدیم ما همون زمان میبخشیم. کلمه رنجیدن، مفهوم رنجیدن، مفهوم بخشیدن در مناسبت ما با آب و آتش در طبیعت با وجود هم نمیباید. اگر دستان سوزد ما آدم خودش را گناهکار میکنه، میگه که احتیاط نکردم دستم در آتش رسید. در مناسبت به انسان ها هم ما باید همین ویژگی شخص دیگر رو به نظر گرفته توانیم. اون وقت بخشیدن خیلی آسان می شود. و چیز دیگری که حضور گفتید، یعنی دو نمودی بخشیدن، رنجیدن و بخشیدن است. یکمش از شخص دیگره، دویمش انسان از خودش می رنجد و خود رو بخشیدن نمی تواند. شخصی که خود رو بخشیدن نمی تواند، شخص اوله، شخصی که دیگر رو بخشیدن نمی تواند، اینجا حس خودخواهش بلند است. من حق هستم، حق ما رو پایمال کردن و در این دایره همون قفس تنگ خودخواهی خودش در میموند و حقهای شخصی دیگر رو نمیبیند. احساسات آنها رو حس نمیکند. شاید آنها هم در رنجیده باشند، شاید آنها هم دلشون درد میکرده باشد، اینها رو به نظر نمیگیرد. ایگویسم بالا میگیرد و همیشه طلب میکند، دعوا داره در دلش که اومده از او معذرت خواهند، خودش رو در حالت قربانی میگذارد. نقش قربانی رو به ذمه میگیرد. من رو رنجاندن، من قربان شدم، باید این مشکل رو دیگران اصلاح کنند. مسئولیت خودش رو، رسالت خودش رو به عهده نمیگیرد. و در حالی که انسان از خودش میرنجد و خودش رو بخشیدن نمیتواند، این رو در پسیکولوژی سیندروم بوگا میگن. در اکثر حالات ها میشه مثلا بعد گذشتن یگان نفر عزیزانمون، پدران، مادران، نادمان نزدیک، همین حس گناهکاری سخت پیدا میشود. میگم کاش این خیلی میکردم، کاش با دکتر بر وقت‌تر میبردم، کاش خدمتش رو زیادتر میکردم، کاش بسیارتر خبر میگرفتم، کاش فلان وقت فلان چیز خواهش کرده بودم همون اجرا میکردم. در دل آدم ارمان ها و حسرت های میمونن که به حس گناه تبدیل میشوند و آدم خودش رو بخشیدن نمیتواند. برای چی این رو سیندروم بوگا میگن، یعنی خود رو خدا پنداشتن. انسان گمان میکند که گذشته رو اصلاح کرده میتواند. انسان گمان میکند که اونقدر قدرت دارد که تمام روزگاری که تا این دم بود میتوانست همون زمان تنظیم کند. اگر تا این دم چنین حادثه روی داد، اگر نشد، پس شما امکان نداشتید. هر انسان یعنی محدودیت و امکانیت خودش رو هم انسان باید قبول کرده تواند. بسیار حالت می شود که بعضی مثلا همین گونه یک فاجعه روی دادن، از اون عائله به حال علت سخت گرفتار می شوند، روح افتادگی می شود، دل شکستگی می شود، سالها به خود نمی آیند. هر باری که مثلا بسیار وقت می شود مثلا در رادیو و تلویزیون سرود درباره مادر یا پدر شود، ببینید که یک نفر اشکش می ریزد. این همون درد کانه است. این همون جایی است که خودش رو بخشیده تا هنوز نتوانسته است. تا هنوز او گمان میکند که همون وضعیت رو در همون حالت زمانی میتوانست اصلاح کند ولی نکرد. اگر نشد پس نمیتوانست. این محدودیت رو ما باید به نظر بگیریم و خود رو بخشیده توانیم. این خیلی قدم بزرگ است.
و در موردی که عزیزان میگذارن یک چیز بسیار جدی رو باز اینجا هم حس اگویسم هم هست یک بخش قسمتا که گویا که من میتوانستم و به دیگران امکان نمیدیم که ما رو قبول کنند من همین خیلی بد هستم و من باید بخشیده نشوم. ولی اگر تصور کنیم که اون نفری که ما خود رو در نزد او گناهکار اسم میکنم اگر آدمی زنده باشد رفته از او پرسیدن ممکن است که در همین حالت من از همین حالت من تو چه کیفیت داری از بعضی مشکل من تو شاد هستی یا غمگین هستی اگر وای دوست شماست عزیز شماست هرگز شاد نیست. و اگر تصور کنید که پدر و مادری که درگذشتند از اذیت باطنی فرزند اون پدر و مادر خرسند میشوند هرگز نه. و انسان باید همین نازکی ها رو پیدا کرده تواند این نازکی ها رو حس کند و این کمک میکند که هم دیگران رو ببخشد یعنی محدودیت های انسان رو همچون انسان هم انسان دیگر رو و هم خودش رو قبول کند و اعتراف کند که من واقعا انسان خلیفه خدا در روی زمین است ولی انسان خدا نیست او همه چیز رو دانسته نمیتواند همه چیز رو سر وقت پیش بینی کرده نمیتواند همه چیز رو سر وقت اصلاح کرده نمیتواند. برای اینکه ما در یک مکتب بزرگ قرار داریم ما اگر من کودک صنف یک باشم من خودم رو در صنف 4 خواندنم گناهکار کرده نمیتونم که چرا در صنف 1 من جمله ها رو کج کلیپ مینوشتم. و برای همین وقتی که ما این چیز رو حس میکنیم درک میکنیم که همون زمان اونقدر دانش اونقدر امکانیت داشتم که برای من همین گونه انتخاب رو پیشنهاد کرده میتوانست و امروز اگر من دانشم بیشتر شده باشد این معنی اون رو دارد که اگر حادثه بین مانند شود من البته انتخابم دیگر خواهد شد. از اون چیزهایی که گذشتند و برای ما معقول نیستند فقط سبق آموختن لازم است فقط خلاصه درست کردن لازم است. این می شود قدم به جانب رشد این قدم می شود وقتی که انسان وزینه بالاتر می برد. ولی اگر ما در همون درس کهنه درمانده شویم ما نه تنها با پیش نمی رویم بلکه در این بطلاق غم و اندوه در این بطلاق پشیمانی در این بطلاق خودفرسایی در میمونیم و باعث خیلی مشکلات دیگری در زندگی میشویم. میتوانیم بیمار شویم میتوانیم در همون حالت به درجه گرفتار شویم که اطرافیان رو دیگر نبینیم عزیزان دیگر هم که میخوان با ما باشن ما اونها رو حس نکنیم. این هم یک نمود ایگویسم است که ما خودمون رو به درد خودمون اونقدر مشغول میداریم که دیگر اطرافیان برای ما مهم نیستن حالا که اطرافیان شما همون قدر عزیزن که اون شخص رفته بود و اینها هم اگر زمانی شود که از بین روند شما انسان همون گونه که اذیت کشیده بود بیشتر اذیت میکشد. برای همین من گمان میکنم که اگر ما همین ویژگی ها همین معنی ها رو درک کنیم بخشیده توانستن هم دیگران رو و هم خود انسان رو خیلی آسان میشود. درست خیر کردید. حقیقت حال همین است که مقصد برنامه ما هم همین است که امروز آن کسی آنها رو رنجانده است یا کسی رو رنجاندند که عموما امکان دارند که در بعد این برنامه رفته زنگ زنند خبر گیرند ببخشند کینه ها را از دل ببرند و برای خود راه های نو کشایند راه های نو زندگی چون که وقتی که انسان با نسبت به کسی چه غباری دارد چه کینه‌ای دارد همه وقت او مانند یک غاری هست که همه قوه های او رو خود جبیده میگیرد و انسان رو از انکشاف میماند و مقصد انسان یعنی که با همون کینه گرفتن است تا اون که قصدش نگیرد و تا اون که به همون احساسات غالبیت نیاد قرار نمیگیرد. ولی زندگی انسان اگر صرف شود به اون که کسی او رو رنجاند و کسی او رو بهای درست نداد و کسی صدی راه آز شد و صرف شود به اون که مناسبت ها را معین کند و یک به زبان روسی ویسنینی اتنشینی هست این عمر زیاد انسان میگیرد و ما میدونیم که از همه کوتاه‌ترین عمری که در 7 عمر دیگر انسان میبیند در همین عمر روی زمین است. حتی در بطن مادر هم انسان میلیون ها سال زندگی میکند به وقت خودش. برای همین خوب نیست که حیات خود را صرف کرد
و آن چیزهایی که انسان ها آنها رو حالا هنوز درک نکردند یا که اطرافیان و حق بودن خود رو یا که دیگر چیزها رو اثبات کردند. البته آدم‌ها بدونن که فرق بین کسانی که چیزی را به دست درآوردن در زندگی و کسانی که حالا هیچ نکردن کلان است. البته فرق بین انسانی که یک چیزی مسئولیتی رو به دوش دارد، یک چیزی رو پیش برده ایستاده است، یک سمتی رو در جمعیت به عهده دارد، البته اون آدم عزیزتر است به اون آدمی که حالا هنوز هیچی نکرده ایستاده است و گوییم که در حالت ایجدیونسی، در حالتی از دیگر چیزهای نعمت‌های زندگی استفاده میبرد. البته بین این آدم و بین اون آدم فرق دارد. اگر ما اینها رو در برابر بمانیم آن وقت پیشروی در جمعیت نمیشد و یکی از سبب‌های مشکلات‌های اجتماعی همین است که دولت‌ها، ملت‌ها پیش نمی‌روند. این همین است که وقتی که کسی لایق نیست و اون چیزی رو دست میزند به عهده میگیرد که از دستش نمی‌آید و این هم در سخن‌های رسول اکرم درد شده است که مشکلات رو انتظار شوید. در این حالت میگه قیامت رو انتظار شوید، یعنی که وقتی که انسان در جمعیت یک وظیفه رو به عهده دارد و البته بزرگی او هم همین است که هرچند او رو پیش پا میتیند، هرچند به او گپ میگویند، هرچند کارهایی میکنند او رو که همه وقت میخواهند توجه او رو جلب کنند تا اینکه از اون کار مهمی که او برده ایستاده است از او رو بکنند و از طرف دیگر چون این آدمان رو مستحکم میکنند و قوت میکنند. تمرکز آنها در اون کار باز زورتر میشد و برد آنها هم در همین کار است. مثلا آدمایی هستند که در زندگی بعضی کارهای میکنند البته برای یک وقتی معینی، ولی وقتی انسان‌هایی هستند که تاریخ رو میکنند، وقتی که انسان‌هایی هستند که با یک ایجادیات خود ابد زنده میشن، آن وقت آنها نمیمیرند و البته اون آدمی که تمرکز خودش جلب نکرد در سخنان کسانی که در اطراف او میگویند و برد میکنند با آن که به او توفه داده میشود ابد زندگی، ابدیت، یک نام ابدی ماندن. چون که در فتوحاتنامه نیاگانی ما هم همین چیز درد شده است که یکی از پرینسیپ هاشون همین بود که تو را باید در ابدیت به نیکی یاد کنند. پیش از آن که یگان کار رو میکردن آنها میگفتند که ما باید آینده خود فکر کنیم به این کار. آیا ما را تاریخ چی میگوید؟ آیا ما را چی خیلی یاد میکنند؟ و این بسیار مهم است چون که یاد کردن انسان هایی که حالا همراه ما نیستند با آنها نیروی معنوی، نیروی روحی دادن است. بله. و آنها از این حساب قوت میگیرند، از این حساب در اون عالمی که هستند باز حالتشان خوبتر میشود. و بینید که رسول اکرم من کرد مردگان را که سخنهای بد گفتند. بله. چون که گفت که آنها کیها جزای خود را گرفتند، برای همین آنها را به حال خود گذارید چون که آنها زیان میبینند. روح و ارواح آنها در عالمی که هست در عالم خودشان زیان میبینند. برای همین در این مسئله آدمان بزرگ، آدمان قوی همه وقت از پی کار خود هستند. چون که آدمانی هستند که در گفتگو مفکوره آنها تا اطرافیان آنها میرسد. اینه که آنها آدمان را گپ میزنند، آدمان را هر درباره آدمان گپ میزنند. آدمانی هستند که واقعه ها را گپ میزنند، اینها عقلشان میانه هست و حادثه ها رو میگویند و از اون روی تجربه میگیرند. آدمانی هستند که آینده رو فکر میکنند. بله، اونها اطراف غایه ها اندیشه میرن. اندیشه های میرن که آنها آینده که آنها وقتی ندارند که و آن گپ و گذار مینده شده که در اطراف آنها میشود دقت دهند. و برای همین یک واکوم، یک حالت خالگی که برای آدمانی که قوی در جمعیت ساخته شده درباره آنها چی میگویند بسیار مهم است. بله. آدمانی بزرگ، آدمانی که در جمعیت پیشرفت کردند تا آنها اطلاعات کم میرود و همه وقت کسانی هستند که آن اطلاعات رو فیلتر میکنند، یعنی که آن را راست میکنند با خواهش و اندیشه او و همینجا خطایی میشود که اگر که آن اطلاعات رو نادرست پیشنهاد کنند، آن اطلاعات رو
از واقعیت دور کنند، آن وقتی اطلاعات به آن شخص میرسد، آن اطلاعات حالت او را ناراحت میکند و تصمیم های نادرست را گرفتنش ممکن است. واقعا این درست است. این درست است وقتی که در مورد هنگامی که ما میخوایم انسان ها رو ببخشیم، انیخترش بفهمیم بعد ببخشیم، خصوصا مسئله رهبران اطراف پس پادشاهان غیبت میگن یک بار است. یعنی برای چی؟ برای شاه کسی است که چون اون ستاره صنعت و غیره واقع شخصی است که شخص اول رهبر نمایان شخصی است که پیش نظر است و همه خو کمبودی باشد، خو دستاورد باشد، همیشه آنها پنهان کرده نمیشوند. میخوای نمیخوای نمایان است و اطراف آن مردم همیشه صحبت میکنن. این یک چیز دیگر هم است که هر کاری آنها میکنن به روزگار دیگران تاثیرگذار است. مثلا اگر در یک عائله چند نفر برای زندگی خودشون پیشروی کنند، این فقط به روزگار خود همون عائله تاثیرگذار است. اگر این رهبر یک ولایت باشد به تمام ولایت تاثیرگذار است، رهبر دولت باشد به تمام دولت تاثیرگذار است، تشکیلات بین الخلقی باشد به تمام عالم تاثیرگذار است. برای همین اینها پیش نظر هستند و هنگامی که و اینها از مردم هم ایراد زیاد میشنوند. و واقعا شما درست میگید که اینجا نظر هر قدر نیکتر باشد، همون قدر ما با اون سرور، با اون رهبر، با اون پدر نیروی بیشتر میدهیم و کار آسانتر میشود و رنجیدن و بخشیدن ها ضرور نمیشوند. یعنی این اصول پیشگیری است. یک چیز دیگر من میخواستم بگویم، یک چیز دیگر است که ما باید دونیم آدمانی که در دل رنجش دارند، کینه های کهنه دارند، باید دونن که از پاک کردن روحشان، از بخشیدن کسی، شاید اون نفری که ما رو میبخشیم زنده است یا نه، شاید به او چیز نرسد، ولی ما بخشیدن رو برای دل خودمون این عمل رو باید اجرا کنیم. زیرا وقتی ما از یک کسی میرنجیم و از کینه رو از دل بردن نمیتونیم، این برابر یک سنگ عظیم است، یک هیکل آهنین است که در دل بالای دل خودمون گذاشته ایم به نام او، و نام او را کینه مونده ایم و این دل نفس کشیدن نمیتواند. این روح آرام نیست، او سعادت زندگی رو، شهادت زندگی رو چشیده نمیتواند و این باعث اون میشود که شما خودتون شخصی بخشیده نمیتواند، خودش پیش از همه بدبخت است. و اون نفری که شاید میشد که دو نفر مناقشه میکنن، یک نفر که دل وسیع تر است میرود از پای خودش، اون فراموش میکند که زمانی چنین صحبت شده بود. و این نفری که رنجیده است، کینه رو در دل گرفته است، بخشیده نتوانسته است، هنوز در دل خود با اون سنگ که زخم‌آلود خودش میگردد و این دل خونشور است، این دل درد میکند و او همیشه هر باری که در جای نام آدم رو میشنود، هم نام او رو میبیند، این درد باز هم شور میگیرد، باز هم خروج میکند. برای همین انسان کینه‌گیر باید داند که از کینه او، از بخشیدن نتوانستن او دیگران نه، پیش از همه خودش زیان میبیند. بسیار قید است که رسول اکرم درود بر او میگوید که کینه و ایمان در یک جا نمیستند. واقعا چیز خوب رو گفتید. زیرا ایمان چیست؟ ایمان وقتی که ما همه چیز رو از خداوند میبینیم، میدونیم که بالا شعوری هست، قوه هست، نیروی هست که همین سیناری رو آفریده است. و خیام بزرگ میگوید که ما لوبتکانیم، فلک لوبت باز. واقعا ما لوبتکانیم و همه چیزی که در زندگی ما روی میدهد با اراده خداوند روی میدهد. وقتی که ما این رو در همین شکل قبول میکنیم، خود مفهوم رنجش از بین میرود. من چرا از شما رنجم؟ که شما رو با این خاراکتر، با این طبیعت، با این چهره خداوند خودش آفریده است. یا که همسایه، یا برادر، من نمیدونم یک تاجری در بازار که سودای من با اون نپخت و همین سیتواسیه هم، همین حالت رو هم خداوند برای چیزی بین ما به وجود آورد که چیزی رو بیاموزیم. یگان چیز تصادفی نیست. وقتی که از این نقطه نظر نگاه میکنید، واقعا خود ضرورت رنجش از بین میرود، خود مفهوم کینه به وجود نمیاد و ضرورت بخشیدن هم پیدا نمیشود. ولی آدمیزاد است. آدمیزاد نه تنها یک پاره گوشت است، نه تنها یک خلطه استخوان است. آدمیزاد غیر از این احساسات است، طلبات های روانی دارد و این طلبات ها وقتی قانع نمیشوند، همین وضعیت رنجش با وجود آمدن کینه و ضرورت بخشیدن ها با وجود می آید. ولی اگر ما در چنین حالت قرار داشته باشیم، ما پس باید بدونیم که چی باید کرد. مثلا شب روز وقتی دوره از حج آمدن حاجیان است، من گمان میکنم که یکی از رسالت های بزرگ حج هم همین پیوستن انسان عادی از یک محیط تنگ خودش به عالم بزرگ، آدمان
اخلاصمند اعتقادمند است پیوستن و دیدن آن جهان بزرگ است که اینقدر مردم زیاد هستند و آن چقدر گوناگون هستند. من یک وقت از یک حاجی پرسیدم که حاجی شما چی دیدید از حج؟ گفت که دیدم که مسلمان چندین گونه بوده است و همه‌شان مسلمان بودند. یعنی وقتی که در اونجا میروند مردم از اندونزی میبینید، مالزی میبینید، کشور عربی میبینید، زبان ها گوناگون است، قیافه ها گوناگون است، از کشور آفریقا میبینید طرز شنخیز گوناگون است، طرز معامله گوناگون است، ولی یک چیز آنها را پیوست میکند، یک چیز آنها را به مکه و مدینه آورده است، این ایمانشان، اعتقادشان، دینشان. و این حاجی ما گمان میکنم که خیلی برد کلان کرد، دنیا شو وسیع کرد و گوناگونی عالم را پذیرفت. و وقتی که یکی از رسالت های حج هم به چیز دیگرش آن است که وقتی که این بزرگی ها رو میبیند انسان از بلندی چیزهای میده شده رو میفهمد که اون خیلی ذره بوده است، خیلی جزئیات است که کرای با اون صرف کردن عقل، صرف کردن نیروی دل، صرف کردن نیروی محبت نیست و بخشیدن انسان ها آسان‌تر می شود. و آنهایی که مثلا توسط حج با این رسالت خود رو درک میکنن، آدمایی هستند که تمام عالم رو سفر میکنن، غیر از اون که حج است با سفرهای دیگر هم دارن. وقتی که مقصدها بزرگتر میشوند، نشانه ها کلانتر میشوند، پهنای عالم رو میبینید، واقعا میبینید که اون چیزی که مثلا شاید اگر برای 3 متر دوکه بین دو همسایه جنگ شده باشد، رنجیده باشن، شاید زمانی میشد که بانوها خندشون میگن که در عالم اینقدر چیزها هستن، ما برای 3 متر دوکه یا یک کاسه شیر از همسایه رنجیده که این کرای این نمیکرده از زندگی. یک چیزی بسیار عجیب است. یعنی اصول های برآمدن از حالت کینه‌ورزی خیلی زیادند و اگر انسانی که عقلش را استفاده برد، خود خداوند با او راه ها رو نشان میدهد. ما میتونیم تحت شور گوییم، شور کیهان گوییم، وقتی سوال پیدا می شود. و حتی در دین اسلام من یک چیز عجیب دارد دین بزرگ اسلام که همه قدم های ما همه جزئیاتش در اون تفسیر خود را دارند و اگر در دلتون سنگ کینه باشد، وزنی اون رو حس کنید که اون رو از دل برآوردن لازم است. اونجا سوره های مخصوص هستند، دعاهای مخصوص هستند. حتی وقتی که چیزی از همه آسان‌تر نام های خداوند هستند، اسماء الحسنا، وقتی اونها رو تکرار به تکرار میگه، انسان خودش حس میکند که آهسته آهسته ذره ذره از دل انسان همون کینه، همون درد بیرون میرود. و علم امروزه پسیکولوژی هم اصول های خود دارد، خیلی اصول های زیاد هستند که روانه شدند که انسان همون کینه ها رو از دلش بیرون کند و مهم اون است که انسان خودش اول درک کند که این کینه‌ای که در دل دارد پیش از همه به خودش زیان دارد و هر قدر تیزتر از آن خلاص شود، همون قدر زندگیش روشن‌تر می شود، همون قدر مشکلات دیگرش آسان‌تر می شود، همون قدر حس سعادتمندی در ضمیرش بیشتر می شود. بسیار خوب قید کردید که اگر ما زخم را مثلا کینه گیریم، رنجش، زخم روانی گیریم، گوییم آنها را، مرهم دارد. مرهمشان همین عذر پرسیدن و بخشش پرسیدن و بخشش توانستن بخشیدن. بله. این مرهم است، داروی روانی است. بله. برای همین آدمان که جسم دارن، آدمان با روح و روان دارن، برای همین کینه انسان را آهسته آهسته به بیماری ها میارد. مثلا بعضی حالت آدمان میبینن نمیدونن چرا عصبی هستند، آدمان میبینن چرا میگوید که اینجا محکم است، چرا گلوی محکم است، چرا من گریه میخواهم گفته، چرا عصبی و ناراحت میشوند. همه این یک چیز است که آنها چیزی منفی رو در خود نگه داشتن و آن رو نتوانستند، یا اینکه باز با متخصصان مراجعت نکردند. من میگویم که زمانی آمد که بسیار روح و روان رو چنان به نظر گیرند که مانند که قدر دکتر برای یک بدن هست، برای یک تنه انسان یک سیستم بزرگی تندرستی، وزارت حتی تندرستی هست. تصور کنید که روانه شده است به نگه داشتن یک معتدلیتی بدن. بله. فقط یک سمت پسیخیاتری هست که اگر از حد زیاد روانش از معیار زیاد گذشت به پسیخیاترها مراجعت میکنند. 80% بیماران نه بیماری تنگی هستند نه بیماری پسیخیاتری. بله. اینها بیماری های فونکسیونالی هستند. اینا بیماری هستند که نه بیماری هستند که در
کسالخانه خواب کنند و نصیحتی هستند که زندگی کنند و از زندگی حلاوت برند. یکی از این سبب‌های چنین آدمان همین است که آنها در دل خود، در ضمیر خود بسیار چیزهای را جمع کردند که آن را ما گوییم یک چیزهای زیادتی، یک اخلاق‌های روانی هستند که آنها را بیرون باید کرد. بعضا انسان‌ها میشینن گریه میکنن، بعضا انسان‌ها با دپرس روح افتادگی گرفتار میشن، جنگ میکنن، نگاه کنید بسیارشون سبک میشن بعدی بای. این همون احساسات منفی را بیرون برآوردن است و این رو متخصص میتواند که هنوز زمان کهن پلوتون گفته بود کاتارزیس، تازه کردن روح و روان، و در انتیقه تئاتر این چیز رو به عهده داشت. همین تئاتری که حالا ما در جمعیت خود میبینیم که تئاترها هستند، یکی از رسالتاش همین بود، تازه کردن باطن انسان در حالتی همدردی. بله همدلی و همدلی که نسبت بین تماشابین و تئاتر میشود و اکتیور میشود. و شاید که این رسالت در تئاتر تاجیک اجرا کرده ایستاده است، چون که من خودم میرم و میدونم شخصا بسیارشون حلاوت میبرم از اون، لیکن به هر حال باز وارد شدن علم روان با تئاتر سبب باز بهتر شدن انا همین که ترزیسی مردم میشد. و چیز دیگر البته این به عهده دارن مسئولان ساحه فرهنگ، مسئولان ساحه فرهنگ دینی که روح و روان انسان رو با واسطه بحث ها و صحبت ها تازه کنند، نه آنکه آنها رو به سمت های دیگری روانه سازند که شاید آن به عقیده ها و به مفهوم های حاضر زمان راست نهاید. برای همین آنها می توانند که با یک صحبت، با یک مصلحت، با یک چیزهایی که من چی گویم که در صحبت متخصصی ساحه دین باشد، چی در صحبت متخصص ساحه فرهنگ باشد که آداب و رفتاری رو با اون معین میکند و در کدام حالت چیکار کردنش نشان میدهد، چی پداگوگ یک معلم باشد، چی دکتر باشد، ولی به این کار سر و کار دارد این روانشناسان، روانشفایان، روان تحلیلان که متخصصی همین ساحه هستند. بله. متاسفانه روانی ما در دست متخصصان نیست. اگر که ما این نمیتوانستیم که حالا که وقتی که ما این پر کردن نتوانستیم از حساب متخصصان که ما این میتونیم در مدت کوتاه متخصصای تیار کنیم که توانند روانی ملت به دست گیرند و آن رو از اون جهل و جهالت، از خرافات، از عقیده های گوناگونی که در بین مردم خیلی پهن شدن، از آن جمله جنمانیه، ما خلاص کنیم و این سبب سالمی روانی ملت ما شود. و البته توجه وزارت تندرستی و حزب اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در این خیلی زیاد است و برنامه‌های مخصوصی هستند که در آن ما فعالانه اشتراک میکنیم و البته در برنامه سالمی روانی که روانی سالم این یکی از پریاریتیت ها، سمت های استراتژی وزارت تندرستی ما است. در آن البته این کارها چاره‌بینی ها دیده ایستادن و فکر میکنم که آنها در 10 ساله های آخر نتیجه خوب خواهد داد، هرچند که این کار را تیزانیدن ممکن است. بله، اصلا ما میدونیم که حاضر دانشگاه های ما روانشناسان کسبی آماده میکنند، ولی یک چیز دیگر است که آماده کردن روانشناس متخصص در دانشگاه این قدم اول است. قدم دوم برای اینها جایهای کار در حالتی که همون کارش موافق اختصاصش باشد، این مسئله دیگر است. در تاجیکستان مرکزهای بحرانی هستند ولی آنها احکامش خیلی کم هستند، زیرا چون که حضور گفتید در مسئله بخشش وقتی که ما میگیم آموزش صحبت میکنیم، آموزاندن این پروسیدوره ها و همین ترتیبات ها این کار روانشناس است. روانشناس میتواند این اصول ها رو به هر کسی که باشد فهماند که آدم از همین این ملکه رو یاد بگیرد. حتی پدر و مادر رو ما وقتی که میگیم با فرزندتان یاد بدهید، ولی خود پدر و مادر اگر که ملکه رو نداشته باشد چگونه یاد میدهد؟ خود معلم مکتب میونه اگر که این ملکه رو نداشته باشد، دانشجوی روانشناسی نداشته باشد و چگونه میتواند یاد بدهد؟ و ما همون که نهاد در شکل شخصیتی بعضا میشود که اگر ما وقتی که با مزاجان کار میکنیم، حالتایی میشود که از ضمیر انسان یک رنجش، یک کینه میبره که در 5 سالگیش روی داده است.
و همین کینه‌ای که از زمان کودکیش آمده است در 50 سالگی 70 سالگی برای آنقدر مشکل ایجاد کرده است، زیرا چون آهنربا بالای خودش جذب میکنه چیزهای دیگر رو و در داخل انسان واقعا یک کوه سنگینی به وجود می آید که نمیماند که انسان روحش آزاد نفس گیرد و نمیخواهد اونجا این کوه سنگین باشد، ولی نمیدونه اون رو چگونه بیرون کند. و حالتایی می شود که وقتی ما با میزوجون صحبت میکنیم در یک صحبت دو صحبت خطی کاربرد نمی شود. ساعت‌ها می نشینند صحبت میکنن، جایی هست که گریه میکنن، جایی هست دلشون رو خالی میکنن، جایی هست که اصولهای دیگر روانشناسی خطی ما کار میکنیم و تو همون رسیده آمدن به همون نقطه اول. برای همین اینجا واقعا برای اون شاگردانی که در مکتب‌های عالی امروز میخوانند برای کسب روانشناسی برای آنها با مربی‌های خوب لازم هستند. مثلا اگر در جایی در مرکزی باشن اونجا با یک مربی دیگر، یک استاد دیگر لازم است که او رو از دستش گرفته برد، زیرا کسب روانشناسی یگانه کسبی است که در اون انسان در داخل کسبش میسوزد و در یک دوره بسیار کوتاه روانشناس میتواند کارنوشه هم شود. وقتی که کار زده می شود او دیگر صحبت کردن نمیتواند، خود رو برقرار کردن نمیتواند. اگر مناسبت به کار حرفه‌ای نباشد، اگر که دربارش مربی نباشد هر سر چند وقت، اینجا در مرکز روانشناسی کشورهای دیگر اونجایی که ما تجربه آموزی رفته بودیم، هر یک روانشناس با بالای سر خودش روانشناس دیگر دارد. در حالی که خودش در حالی که خوب گرفتار می شود، از کار خسته می شود، غم و اندوه دیگران، مشکلات دیگران در داخل او به او تاثیر میکنند، می رود نزد روانشناس دیگر و اون روانشناس دیگر مخصوص برای کار با این روانشناس ملکه دارد، وظیفه‌اش این است. این روانشناس رو تنظیم میکنند. در کشور ما از بس که این کار خیلی نو است، بسیار چیزهایی است که ما هنوز نداریم و حتی روانشناسانی که در مرکزهای بارانی کار میکنند حالتایی میشود که اونجا یک نفری است که تحصیلات پداگوژی دارد، تحصیلات دیگر دارد. خب بعضی چیزا از مسئله روانشناسی میداند ولی اصولهای کاری رو به قدری باید شاید نمیداند و منفعت از او مزاجون خیلی کم است. میشود من مثلا میگم که در فلان جا روانشناسان هستن، چرا نرفتید؟ میگن رفتیم ولی چخیل که ما تاثیرش ندیدیم. پس اون روانشناسی خودش آماده نبوده است، یا شاید حالت روانیش موافق کار نبوده است، شاید واقعا کار زده شده است، در حالت سوختن قرار دارد، دیگه کار کردن نمیتواند، یا شاید دانش حرفه‌ای خود رو تکمیل نداده است. یعنی این مسئله فقط تیار کردن متخصصان در دانشگاه ملی، دانشگاه دیگر هم از آن جمله قدم اول است. و یک چیز دیگر است که علم روانشناسی، کار روانشناسی با هرچند در دانشگاه طبی تا جای من میدونم روانشناسی طبی هست، این درس داده می شود، ولی در روانشناسی که در مکتب‌های عالی درس داده می شود، در مکتب‌های غیر طبی این کسب طبی حساب نمی شود و نه همیشه این روانشناسان مثلا اون دانشجویی که از نگاه برای روانشناس به قدر کافی لازم است آناتومی، فیزیولوژی، این چیزها رو نه همیشه ما میدونیم، حالا که برای روانشناس این چیزها هم لازم هستند. زیرا حالتی است که از تاثیر گرمان ها به وجود میاد، حالتی هستند که وسط سن و سالی است، مثلا در دوره نورسی گرمان ها چه حالت دارند، مثلا بعد تولد زن ها چه حالت دارند، بعد ضربه ها انسان در کدام حالت گرفتار میشه، بعد مثلا ضربه های روانی خیلی گوناگونند. یک از اون چیزی که ما در موضوع مصیبت گفته بودیم، حالت انسان چگونه میشود و این چیزها با جسم آدم، با فیزیولوژی آدم، با سیستم گرمان ها خیلی تاثیر سخت دارد و روانشناس این چیزها رو باید نه تنها حاضر داند، باید قدم به قدم کورس‌های آموزشی دیگر هم باشند، زیرا دانش‌ها در عالم روانشناسی امروز خیلی زیادند. شاید از همه علم‌های دیگر دیده در عصر ما علم روانشناسی با سرعت خیلی زیاد رشد کرده شده است و این دانش‌ها هر سر چند وقت باید چنانکه که مثلا تکمیل اختصاصی معلمان هست، تکمیل اختصاصی طبیبان هست و غیره و چیزها ساحه‌های تکمیل هست، باید من نمی‌دانم در بخش تندرستی می‌شود، در دیگر بخش‌های کدام بخشی می‌شود در عالم فرهنگ امروزه ما باید این گونه بخش ها باشند که روانشناسان تکمیل ملکه کنند، روند بازآموزی رو از سر گذرانند و حتما نشان میدونیم که ما که در مثلا در ما روانشناسان خیلی بقوت، استادان خیلی دانشمند خیلی زیاد هستند و بگذار آنها هرچند اون قدری که ما میخوایم نباشند، ولی در دانشگاه ها خصوصا در دانشگاه ملی در کافدره پسیکولوژی ما استادانی رو میدونیم که تجربه خیلی زیاد دارن و میتونن خیلی شاگردان رو تیار کنن و در این کورس‌های تکمیلی اختصاصی روانشناسی اگر
این گونه کورس با وجود بیاید. این گونه استادان بزرگ ما داریم که خودشان اینجا میتونن کمک رسونند و میشود که از کشورهای دیگر که در این ساحه تجربه دارند، تجربه نو دارند، برای مدل تجربه آنها رو دعوت کنیم و همین ارمی روانشناسان رو، من از کلمه ارمی پرهیز ندارم، واقعا برای که ما بسیار مشکل رو پیشگیری کرده توانیم، کار رو به بیماری نرسانیم، همین یک ارمی روانشناسان امروز با ما لازم است و جامعه علاقه طلبات دارد. خیلی درست عمیق و دقیق است که این پرابلم البته وجود دارد. این پرابلم متخصصان است و البته مقداری آنها هست، خیلی خوب است. حتی مرا امکان شده بود که یک وقت در دانشگاه ملی دانشجویان را درس دهم یک وقتی معین و من دیدم که بسیار چیشان طلباتشان خیلی خوب است، حتی معلمان آنها را میدونم و البته ساختار اجتماعی هنوز برای قبولی این روانشناسان متخصصان ساحه روان هنوز ساختارهای اجتماعی پورا فعال نیستند. یعنی که باید در هر جا باید یک شتات کاری روانشناس، چی در درمانگاه ها چی در مکتب ها و این چیز هست. البته این در قانون هست و فقط آن رو فعال کردن لازم است و بسیاری وقت که کار مشکلی روانشناسان که کارشون نسبتا مشکل است، باید پیش از اون که انتخاب کنن این کسب رو البته سطح قابلیت ناکی خود رو بینن، چون که روانشناس باید از همه چیز درک داشته باشد، هم باید تن انسان داند، هم احساسش داند، هم فکری خوب داشته باشه، کتاب بسیار خواند، چون که این روانشناس این در جمعیت آدم فرهنگ شناس است. در فرهنگ همه چیز وارد میشد، علم و صنعت و ورزش و برای همین باز آسان کردن که هر یک روانشناس رو با سمت میدهند. بسیار درست قید کردید که در عصر 21 رشد و قوت علمی روانشناسی رفته ایستاده است و اون در بسیار ساحه ها وارد شده است. از اون جمله در تجارت ما میدونیم که همه تجارت های شبکه‌ای در آن روانشناسی هست، آدمشناسی هست. ما میدونیم که در پداگوژی هست، در روانشناسی پداگوژی هست، در دکتری هست، روانشناسی طبی هست که ما آن را به عهده داریم. در تاریخ هست که آموزشی تقسیم مثلا دوره های تاریخی از روی آن مفکوره و اندیشه که آن دوره ها بود. در سیاست هست پلی تکنولوژی که آن را بسیار در بعضی دولت ها همین رولوسیون های رنگه چیتنی، رولوسیون هایی که در بعضی دولت ها مثلا دولت های ابرقدرت کرده ایستادن، این همون پلی تکنولوژی است که آنها استفاده میبرند. ولی ما میبینیم که در بسیار ساختارهای اجتماعی پسیخولوژی روانشناسی وارد شده است و هر چقدر ما آن رو بیشتر کنیم، بیشتر آن رو فعال کنیم، همون قدر برای رشد و انکشاف ملی ما منفعتی خوب میارد. و میخواستیم باز برگردیم به آن که چخیل کنیم در حالتهای گوناگون، چخیل ما بخشیم. کدام وقت بخشش زبانی کنیم که همین بس از گوییم، یا که بخششی گوییم که قلبی کنیم، یا که بخشش عقلی. من بخشیدن هم باز از یکی از جاهای خود رو در سرشت انسان دارد. مثلا در حالات رنجش های نفسی که در تقسیمات چیزهای نفسی جسمی از یکدیگر رنجش میگیرن، این آن است که ما در بین آدمان میبینیم مثلا برای نفس خوراک تیار میکنن یا تحفه میبرن، تحفه هایی که سر و لباس میبرن، یا اون تحفه قیمت بها میبرن تا اینکه نفس او رو یعنی که به حالت بخشیدن بیارن، چون همه چیز نرخ خود دارد، از اون جمله بخشش ارزش و نرخ خود دارد. چنکوی مودی دارد. البته باز میگویم در مسئله های مثلا آشتیه که در زندگی ما میبینیم که بعضی وقتا در تاریخ تاجیکان هم بود، آشتی بود.
همون است که عزت نفس یکدیگر رو رسیدن و اون رو یعنی که از روی نافهمی بود یا که دیگر چیزها بخشیدن است. یعنی بخشش نفسی همه وقت گسل می شود با چیزهای مادی، با خورد و خوراک، با تحفه، با بزم هایی که می آرایند. و البته بخشش احساسی است. بخشش احساسی این با دل قبول کردن است. تاجیک‌ها دل میگویند احساس رو و یک چیزی که احساس انسان رو دیگر میکند این صمیمیت است. اینکه باید بسیار از دل باشد، یعنی که حس کند که چون که اگر حس نکند دل نمیبخشد و صمیمیتش رو باید حس کند. در اون وقت از نگاهش و از بسیار چیزهاش برای همین صمیمیت در اون وقت قبول میشد بخشش احساسی که اگر یک چند مراتب تکرار شود، یک چند وقت رفت و آمدهای خوب بشود که به چهره یکدیگر ببینند و همون آخران یخی کینه و خفگی و رنجش رو در باطن یکدیگر آب کنند. و البته مرهمش محبت است، مهر است. بسیار وقت بین خویشتباران میشد این کارها. تاجیک‌ها میگن که گوشت از ناخن از گوشت جدا نمیشد. گفته این یکی از همون چیزهای پرینسیپ‌هایی است که یعنی که هر دو طرف محسوسند در نتیجه جدا بودن یا که مشکلاتی داشتن یا که بخشیدن نتوانستن، چون که این سبب خیلی مشکلات‌های بعدی نمیارد که بسیار وقت در وقتی پیری آن رخ میزند و همون عذاب میتید. و بخشش البته بخشش عقلی است. بخشش عقلی هر کس جهانبینی خودش دارد و با قانونیت‌های زندگی میکند و همه وقت قبول کردن آن عقیده ایده‌ای که از او خوبتر است آن وقت بخشش را میارد. در کدام حالت ما عالمان یکدیگر میبخشند؟ اگر که بینند که کارکرد عقیدوی او نتیجه داده ایستاده است، یعنی در جمعیت یک سبب انکشاف و روند پیشروی شده است و یعنی که قانونیت چقدر انسان بخشش عقلی آن وقت کردن میتواند که چقدر به نظر گیرد دستاوردهای علم را و آن نه تنها ما به نظر گیریم گوییم که کسی عنوانهای علمی دارد. هست کسانی که عنوانهای علمی دارد ولی علم او برای جمعیت حاضره هنوز لازم نیست، یا که وقت و زمانش نآمده است یا که وقت و زمانش گذشته است. یعنی پرگماتیک بودن و در این حالت قبول کردن آن چیزی که در اساس عقل هست و جهانبینی است و نتیجه دار است، این البته بخشش عقلی میشد. و بخشش قلبی، بخشش پرسیدن یعنی که با روانی بخشیدن روانی، این بخشش فرهنگی است و این از روی آداب می شود و باید انسان از عالم فرهنگ، از عالم آداب خبر داشته باشد. مثلا آدمی که این چیز را نداشته باشد و او پیشنهاد کردن بخشش فرهنگی خوب نیست، معنی ندارد. و یکی از آن نشترهایی که به قلب وارد می شود و از آنجا خفگی را می برد یا که بخشش را وارد می سازد، همچون دارو، همچون پیچکاری، این سکوت هایی است که ما کار کردیم، مشق های روانی است. که در سطح فرهنگی تو آدابی بالا و فرهنگ بالا نباشد و اون با چیزهای فرهنگی مستحکم نشده باشد و با سکوت در قلب نرفته باشد، امکانات نیست که سطح فرهنگی یکدیگر رو ببخشند. ما بسیار وقت میبینیم کسی که به فرهنگ سر و کار اگر خدا نشان ندهد آنها دشمنی کنند، دشمنیشون خیلی سخت است. چون که این برخوردی قلبی او، برخورد زیر شعوری او که تا کجاها که نمی رود. و البته بخشش اجتماعی است که ما در زمان نوین خود، تاریخ نوین خود دیدیم که ملت ما توانست یکدیگر رو ببخشد. یک چیزهای عقیدویی که پیدا شدند در زمان بعد شوروی در شعور مردم ما و از عقل تیز مردم ما استفاده برده برخورد عقل ها و فرهنگ ها شد، ما توانستیم که در مدت کوتاه آن را برطرف کنیم و یک برخوردی مثلا نبخشیدن اجتماعی این
همه وقت به جنگ‌های درون اجتماعیات می‌آورد و این سبب بیان می‌شود که گروه با گروه دیگر را نمی‌فهمد و قواهای اجتماعی را استفاده برده برای نیست کردن یکدیگر می‌روند. در اینجا اگر اندیشه والا غلبه نمی‌کرد این به نیستی ملت برده می‌رساند. مثلا ما حال دیده استودیم که مردم سوریه به چه گرفتار شدند و اگر در تاجیکستان صلح نمیشد چنین واقعا در آسیای میانه میشد و تصور کنید که این به چه فاجعه‌ای می آورد. البته ما همدردی داریم با مردم سوریه. البته ما از شعور کیهان طلبی آن رو داریم که هر چقدر این غم اندوه، این مشکلات، این آه و واه مردمی که در اونجا هست که به فضا و فلک پهن می شود تیزتر به آخر رسد و شعور جمعیت حاضر زمان زمین این رو تیزتر حل کند و آن بخشش بزرگی که ما در ملت خود دیدیم این در بخشش بزرگ در پیشوای ملت پرزیدنت کشور امام علی رحمان دیدیم. من شخصا شاهدیان شدم که توانست این مرد توانست که یکم شده قدم اولی بخشش را زند و آن مشکلات هایی که به سر این دولت می آوردند آنها را پشت سر کند و توانست که به یک بخشش خود ملت را از مشکلات های زیادی که می توانست گرفتار شود یعنی که امین گذارد و سیاستش هم همین است و ما حساب کتابی استرونومی هم کردیم، حساب کتابی ستاره‌ای هم کردیم. آن قوه‌ای که پشتیبان این شخصی بزرگ بود این قوه کبوتر است. کبوتر برنده صلح است و حتی که تا آن که کدام سیما دارد چه خیلی پرینسیپ ها را میگیره و چی میگوید و آن که صلح آوردم و این سبب شد که این صلح در تاجیکستان شد. حتی این ما حساب کتاب کردیم با حساب کتاب هایی که احمد دانش در عصر 19 کرده بود و البته با نظرداشتی علمی حاضر زمان و البته بخشش دیگری که هست این بخشش طبیعی است. باید انسان ها طبیعت خود را به دست گیرند و آن به علم و به دانش میتواند برخوردهای زیادی بیارد. و بخشش دیگر بخشش ارثی است. در نتیجه بخشش ارثی ما میتوانیم چنان کنیم که کینه را به نسل ها ندهیم. بله. چون که این اگر این رود ما حالا اگر در سر قدرت باشیم ولی زمانی میشد که نسل های آینده ما در کدام حالتند و اون حریفی که در کدام حالت قرار دارد میتواند که بعد چندین وقت میتواند که بس صاحب قدرت شود و میتواند که سبب های مشکلات های اجتماعی و مشکلات های روانی و دیگر مشکلات های معنوی بیارد. برای همین حتی که در علم روحشناسی میگن که سکوت کرده، طهارت قلب کرده، با نور درونش شسته، کینه ها رو برده پس آدم حقوق دارد که مثلا آیله دار شود، نسل برپا سازد. چون که میتواند که همون چیزهایی که در قلبی او هستند میتوانند گذرند و برای همین بخشش این یک صفتی بزرگان است و هر کی تواند بخشیدن او بزرگ است. واقعا چنین است. اونچه شما گفتید من بخش دیگر این مسئله رو میخواستم بگم که گفتیم که اگر آدم کینه ورز باشد از دلش کینه رو برآوردن نتواند، بخشیدن نتواند، بیمار می شود. در روانشناسی یک شاخه است به نام پسیخوسوماتیکا که کدام احساسات، کدام درد حسیات، کدام درد رو به وجود می آورد. از جمله کینه یکی از سرچشمه های یکی از سبب های به وجود آمدن درد های سرطان است. رنجشی که بخشیده نشده است در داخل مانده است او تدریجا چنانه که همون باعث آن می شده است که درد سرطان در جسم آدم پیدا می شود و حالت های موجزوی هم هستند در ادبیات پسیکولوژی بسیار دیده می شود که انسانی که درک میکند که خداوند چیکار میکند وقتی که انسان در یک جزئیات گرفتار می شود او را به مشکلی بزرگتر اطلاع می دهد که بفهمد که زندگی چقدر بزرگ است و این جزئیات کرای آن نیست
و انسان‌هایی که خود همین کلمه سرطان رو هر بار میشنویم، هرچند ما میدونیم که شکل وزن‌تر و شکل سبک‌ترش دارد، انسان میترسد، مرگ رو پیش رویش میبیند و تفکر دیگر میشود. آنهایی که در همین حالت با آموزش رو آوردن، بخشیدن رو یاد گرفتن، با خودشان، با زندگی، با عالمیان آشتی کردن، درد خود به خود گم میشود. و همون دکتری که خودش تشخیص کرده بود گفته بود که در فلان جای جسم تو یک ورمی پیدا شده است که بسیار مانند است به ورم سرطان، دفعه وقت تشخیص میکنن میگن نیست. و این شان میتواند که تا چه اندازه مقتدر است همین مشق‌هایی که انسان رو از درون پاک میکنن، که از بس که انسان، حالا در نزدیک من یک کتاب خواندم، سیلا подсознания، مؤلفش جو دیسپنزا، میگه که انسان همگی 1% جسم است، 99% دیگری او روان است و این جسم را اون روان جابجا میکند و هر یک جسم، هر یک عضو انسان احساسات خود رو دارد و وابسته به آن که این احساسات چگونه در داخل ما صورت میگیرند، انرژی، نیرو چقدر جریان میگیرد، اون جسم، اون عضو میتواند بیمار باشد. و روانشناس قوی که در عالم پسیکوسوماتیک خیلی استاد است، آنها با بیمار وقتی که روبرو میشوند از یک دیدن از قیافه او معین میکنن، میگن که فلان نمود رنجش داری، فلان نمود احساسات در ضمیر تو است. ما میدونیم که مثلا جای ترس گرده است، اگر که ترس ها مزمن شده باشند گرده ها میتوانند بیمار شوند. و رنجش، کینه، رنجش بخشیده نشده که به کینه تبدیل یافته است، شکل مزمن گرفته است، این میشده است باعث سر زدن بیماری های سرطان. و این یک چیزی است که بینندگان ما باید دانند که من پیشتر گفتم که اگر میبخشید شما به شخص دیگری نه، پیش از همه به خودتان نیکی میکنید، شما رسالت انسانی خودتان را اجرا میکنید. و یک چیز دیگری که در علم روانشناسی مشخص شده است، شخصی که میرنجد، خود رنجش این مخصوصیت کودکان است، یعنی انسان به حد کمالات اجتماعی نرسیده است، کمالات عقلی، کمالات ذهنیش رو هنوز دستیاب نشده است و خودش رو همچون کودک حس میکند و میرنجد. و انسانی که به کمال میرسد رنجش های کودکیش رو فراموش میکند. در بعضی اوله ها وقتی میشینید صحبت میکنید، آدما درباره کارهای در کودکی کردهش رو نقل میکنند و میخندند. این موضوع هست است، موضوع شوخی است. جایهای اوله هستن، آدمانی هستند که وقتی که گپ درباره کودکیشون میرود همه یک بار غضبشون زیاد میشود. آنها که میخندند آنها به کمال رسیدند، دوره کودکیشون رو همچون انسان کلانسال، همچون انسان بالغ قبول میکنند و میفهمند که یک چیز کودکانه بوده است، اینا میتواند تنها باعث شوخی باشد. و آنهایی که هنوز اون کودکی رو فراموش نکردند، یعنی از داخل از نگاه روانی به کمال نرسیدند، آن رنجش رو به کینه تبدیل میدهند و آن میتواند تا آخر عمرشون در ضمیرشون باشد و میتواند باعث بیماری ها باشد، باعث تنها ماندن ها باشد، باعث از مردم دور رفتن ها باشد، باعث از خویش تبار کنده شدن ها باشد و باعث مشکلات دیگر با مردم دیگر مناسبت بنیاد کردن نتوانستن ها باشد. یعنی وقتی که ما در دلمون رنجش باشد، ما باید حس کنیم، دانیم که این کار کودکانه است. آدم بر کمال اولش نمی رنجد، دویمش که وقتی که رنجید سبب رنجش رو معین میکند و با اولین امکانیت اون کینه رو، اون رنجش رو از دلش بیرون میکند. خب با راه معذرت خواستن باشد، خب با راه عبادت کردن باشد، خب با راه از خداوند این کینه رو از دل بیرون کردن باشد، خب با راه مشق‌های روانی، با مراجعت کردن با متخصصان. راهش خیلی زیاد است. مهم است که ما این رو درک کنیم که رنجیدن کار آدم بالغ نیست. آدم با کمال رسیده رنجش رو برطرف کرده میتواند، از دلش اون رو بیرون کرده میتواند، در اون در نمیماند. خود چی رنجش کهنه باشد که به کینه تبدیل یافته است، خود رنجش تازه باشد که امروز مثلا از صحبت امروز ما اگر از یکدیگر برنجیم، اگر ما آدم به کمال رسیده باشیم اولا نمیرنجیم، ما اگر رنجیدیم میتوانیم بیرون برویم و بگوییم برادر در فلان حالت گپ شما رو من این خیلی فهمیدم، شما چی گفتنی بودید؟ شاید من نادرست فهمیدم. یا شکل دیگرش آن است که از اون چیزی که شما گفتید من رنجیدم. یعنی رنجیدن رو اعتراف کردن لازم است. و در حالت که دو آدم بالغ، دو آدم بر کمال صحبت میکنن، همه
پیش چی میگن اما قدم اولی که برنجش میتوانست بیارد خود به خود برطرف میشود و اینها خیلی اصول های ساده هم هستند و غیر از این اصول های دیگری هم هستند. من میخواستم مالو برای تماشاگران یکی از اصول های خیلی موثر اون رو بگویم. نوشتن مکتوب. حالتایی میشود که ما از کسی رنجیده ایم ولی با او گفته نمیتونه. خب او شخص وفات کرده است، خب در دور است، خب در روبرو است ولی جرأت صحبت کردن نداریم. ما با این شخص مکتوب مینویسیم و یک تونی یا 3 مکتوب مینویسید یا مکتوب شما 3 قسم عبارت میشود. در قسمت اولی مکتوب مینویسید که شما چی حس میکنید، مثلا از صحبت او، از رفتار او در دل شما کدام حسیات پیدا شد، رنج دیدید، خود را تحقیر شده حس کردید، خود را اعتراف نشده حس کردید، همه این حسیات رو مینویسید. در صحبت دوم میگید که شما او رو چقدر دوست میدارید و از همین سبب رنجیدید. واقعا ما از آدم بیگانه نمیرنجیم، معمولا از کسی دوست میرنجیم که نسبتش یک قرابت داریم، یک دوستی داریم، یک توجه داریم و در آخر در این 2 مکتوب اول دل خالی میشود و در آخر میتوانیم بگوییم که من تو رو دوست میدارم، من تو رو بخشیدم. این مکتوب روانه کرده نمیشود. این مکتوب رو مینویسید و پره میکنید و همون رنجش های شما پره میشوند همراه این مکتوب، از دلتون بیرون میرود، میریزد، خالی میشود. درست قید کردید. بعضی حالتایی میشود که یک مکتوب کفایه است، حالتایی میشود که شاید چندین مکتوب نوشتن لازم است، ولی در هر صورت خیلی راه ساده است. هرچند در اجرای آن من میدونم که میزوچو بعضا مشکلات زیاد میکشند، هنگام نوشتن گریه ها میکنند، دلشون خالی میشود، ولی همه اینها یک عمل جراحی است، یک عمل جراحی جدی است. هرچند اصول ساده است ولی اون خیلی کمک میکند و ما میتوانیم با این راه بسیار مسئله ها رو در داخل عائله ها، خشونت خانوادگی که اکثر حالت ها از همین چیزها سر میزنند که مردم هم دیگر رو نمیفهمند و نفهمیده میرنجند و این رنجش کلان میشود و کینه تبدیل مییابد. بعد وقتی که عائله ها جوان پریشان میشوند، 2 اولاد بین هم دیگر با کینه چنونی گفتید کینه ارثی گرفتار میشوند. این هم درد است. کینه ورز بودن، کینه داشتن، کینه پرور بودن، این بیماری است، این بیماری روانی است و ما باید کوشش کنیم که رنج های خرد ما با این درد، به درد مزمن کینه ور نگذارد. برای این باز هم بیاموزیم بخشیدن را که بهترین راهی از این درد خلاص شدن است. بهترین راهی همچون انسان سعادتمند در روی زمین زندگی کردن است و بهترین راهی در سینه محبت رو جای کردن است. جایی که کینه است نه تنها ایمان نیست، محبت هم نیست. زیرا اگر هر کسی رنجیده باشید شما او رو صمیمانه به کنار گرفتن نمیتوانید، شما با او صمیمانه تبسم کردن نمیتوانید، شما درباره او آرامانه صحبت کردن نمیتوانید. بعضا میشود که آدمانی با او مانند رو تمام خویش تبارش را انسان بعضی وقت میبینن، میگن که این اولاد فلانچه است، بابای او یا بابا کلانی در حق بابای ما فلان کارو کرده بود، ما از او رنجیده ایم. با دودر و برادر و با خویش تبار با نبیره و خویش اقرب شدن نمیتوانند آدمون. یعنی در دل جای محبت رو کینه تنگ میکند و انسانی که به محبت است، ما در صحبت‌های پیشتر خیلی گفته بودیم درباره محبت که محبت رسالت زندگی انسان است. یعنی شخص کینه‌ور رسالت اساسی زندگیش را از دست می‌دهد. همچون انسان در روی زمین آن نعمت‌های خداوند به او داده است، محبت، مهربانی، نوازش، ایمان، اینها را از دست می‌دهد. یک چیزی در جمعیت هست که ما باید آن را قید کنیم، این آن است که در نزد برای اینکه به ارثیت نگذارد و از نسل به نسل کینه نگذارد، در نزد فرزندان باید که شخصی سیم رو، شخصی که وجود ندارد، چه خویش باشد چه تبار، آن رو غیبت نباید کرد. چون که کودک اون رو که ندیده است و طرف منفی او رو قبول میکند و چون کلان میشد اون رو همچون دشمن، همچون حریف قبول میکند و این رو بسیار وقت زنانی میکنند که خانشین هستند متاسفانه و در گفتگو نسبت به شخصی سیوم یا شخصی وجود ندارد متاسفانه به غیبت راه میدهند و این سبب میشد که کودکان میبینند و همون قناتی یک خیشی فرزندان ما، یک قناتشون خیشان پدری هستند، یک قناتشون خیشان مادری هستند و یک قناتشون رو میشکنند. مناسبت رو با طرفی که مقابل که خیشان پدری یا خیشان مادری ویران میکنند و این البته زندگی
فرزند رو مشکل میکند، چون که اگر مناسبت خویشتباری مهم نمی بود و خداوند آن را درج نمی کرد، انا می گفت که بترسید از من و از بریدن صله رحم. این یک طرف کار است. برای همین بسیار در این مسئله باید احتیاط کرد. و مسئله دیگر این البته این مسئله غیبت است که اگر غیبت که گفتن آن صفت هایی که اگر شخصی مؤمن بشنود از آنها آزرده شود، همین رو غیبت میگن. و اونقدر سخت در این باره خداوند در کتاب خود گفته است که آن رو حتی به زبان آوردن هم خیلی ناراحتی مشکلی میارد. یکی از گناه های عظیم است. برای همین در این مسئله به ارثیت نمیرد و ما میتوانیم خلاصه برنامه امروزینه خود را بگوییم که یکی از صفت‌های شعور کیهان آن است که غفور است، که غفور و غفور است، میبخشد و بسیار آمرزنده است. و پیغمبر گرامی هم درود بر او در زمانی که فتح مکه کرد بسیاری ها رو بخشید، از آن جمله حریفان سخت و دشمنان سخت خود رو که 10 سالها با او می جنگیدن. ما در مذهب خود میبینیم که در حقیقت بخشش یک جای مهمی قرار دارد. در ایجادیات بزرگان خود میبینیم، نیاگان خود، متفکران و شاعران، نویسندگان خود میبینیم که بخشش رو یک صفتی عالی، یک خصلت ملی ما کردند. بله. که هرچند که در قرآن خداوند میگوید که میتوانید قصاص گیرید، ولی اگر آن را ببخشید و به من سپارید، این برای شما باز بهتر است. یعنی که ملت ما که من در کافکاز دیدم که قفقازی ها نمیبخشند، قصاص میگیرند، ولی ملت ما را بینید به خدا میسپارد. یعنی که این یک صفت عالی ترین باز زینه معنویات ملی ما را نشان میدهد. و در برابر این بدانند که انسان در نزد شعور کیهان قلبش امتحان می شود و اگر همان خدا هم در این مسئله گفته است، اگر همان امتحان قلب تازه باشد، که در گفته رسول اکرم درود بر او میگوید که اگر قلب تو تازه باشه تو تازه هستی، یعنی که بخشیده ای میبخشمد. و باز در جای دیگر میگوید ببخش تا بخشیده شوی. بله. یعنی که انسان باید این چیزها رو، این مشکلات هایی که در روی زمین میگیرد و البته به غباری رنجش، به مشکلات ها زندگی نمیشد و رنگینی زندگی هم با همین چیزها هست. بله. و بزرگی انسان هم در همین تجسم می شود که می تواند کارهایی رو کند که آنها رو مثلا حیوانات دیگر، مخلوقات های دیگر نمی توانند. و بخصوص ملت ما که بسیار ملتی است که در طول تاریخ بخشید و می بخشد و خواهد بخشید و البته هر یک چیز باز اندازه دارد و اندازه رو در این سطح، در این سمت رعایت باید کرد. باقی تمنای آن رو دارم که بینندگان گرامی تلویزیونی سفینه قلب‌های خود را روشن کنند. ما مشق‌های مخصوصی داریم که می‌توانند قلب‌ها را روشن کنند، تازه کنند، کینه‌ها بروند و مشکلات و مناقشه‌هایی که چی در درون عائله است، چی در درون یک شعور انسان است، آنها رو ما می‌توانیم کمک کنیم، برطرف کنیم تا که عمر دراز شود و خوشبخت شوید و باز بهتر و خوبتر زندگی کنید. واقعا بگذار چنین باشد. میگن که در دل از درون باز می شود و بگذار هر کدام ما اون نفری باشیم که قدم اول را در بخشیدن، در عذر پرسیدن گذاشته توانیم و در دلمون رو خودمون از درون باز کنیم به عالم محبت، به عالم سعادت، به عالم نعمت های زیادی که طبیعت، شعور کیهان، خداوند به ما داده است. آباد باشید تا صحبت دیگر.